چنگیز خان. با شرکت کوکاتو به نقش چنگیز خان، میکیجیرو هایرا، میشیو یاسودا، میتسوکو بایشو، آی کانزاکی. کارگردان ریوجی هارادا. تموشین، فایده نداره. ما با جنگ دفاعی و نبرد تن به تن کاری از پیش نمیبریم. آره بیفایده است. ما باید گرگ باشیم. گرگ در گوشه کمی میکنه و با یک حمله تومش رو میبلعه. قبل از اینکه زخم عمیق‌تر بشه بهتر عقب نشینی کنیم. باشه، عقب نشینی میکنیم. بگید عقب نشینی کنن. از آن روز که تموچین مجبور شد در مقابل سپاهیان جاموکا عقب نشینی کند، تنها به یک چیز می‌اندیشید و آن جبران جنگی بود که موفقیتی را برایش به دنبال نداشت. به هنگام گریز نیروهای تموچین جان گرفتند و در حین فرار به بالای کوه‌ها و عمق دره‌ها گریختند. نگاه کن، اصلا شباهتی به شکست نداره. مثل یک سپاه فاتح دارن بر میگردن. این جاموکا رو دیوونه میکنه. این عقب نشینی تاکتیکی به تموچین فرصت داد تا سپاهیان خود را برای حمله مجدد متشکل کند. برای جاموکا نیز پذیرفتن چنین پیروزی آسانی باور نکردنی بود. بنابراین از فکر تعقیب افراد تموچین منصرف کرد. تموچین، این دفعه من پیروز میشم. من در یک نبرد دوبار شکست نمیخورم. ما مثل بیشه پخش میشیم، مثل دریا احاطه میکنیم و مثل گرگ حمله میکنیم. این روش جنگیدن منه. ولی هر طور شده باید بفهمم توقیل خان به جاموکا ملحق میشه یا به من کمک میکنه. پدر، جاموکا داره آماده میشه به تموچین حمله کنه. ما چیکار باید بکنیم؟ برید. خب نظر تو چیه؟ من از تموچین نفرت دارم.
اون حقه باز فقط به فکر خودشه. شما رو فریب داده و داره ازتون استفاده میکنه. اگه کمک یاسوکای پدر تموچین نبود، قبیله من سالها پیش از بین رفته بود. تو نباید به اون حسادت کنی، چون کمک من به تموچین فقط به خاطر دینیه که نسبت به پدرش دارم. میدونی که تو تنها پسر منی و از هر کس برام عزیزتری. فقط از روی حسادت نیست که میگم به جاموکا کمک کنید. جاموکا جنگجوی خوبیه، قدرت جنگی هم داره و اگه ما هم کمکش کنیم بدون شک تموچین رو شکست میدیم. پسرم سعی کن بفهمی، اگه به تموچین کمک کنیم تا جاموکا رو شکست بده، یکی از دشمنان با قدرت ما از بین رفته. در زمین بهترین فرصتی که وفاداریمو به تموچین نشون بدم. در صورتی که پیروز بشیم. اما جاموکا خیلی قویه. اگه با تموچین متحد بشیم امکان داره قبیله ما نابود بشه. دیر یا زود مجبور خواهیم شد مقابل جاموکا قرار بگیریم. این تنها فرصت ما برای پیروز شدنه. در واقع یه قمار پسرم و من روی تموچین شرط میبندم. تموچین، بالاخره رو در روی جاموکا قرار گرفتیم. دشمن اصلی ما جاموکا است و در طرف چپ ما تایجوت ها قرار گرفتن. توغیل خان، از شما سنی گذشته، جاموکا را بذارین به عهده من. ممکنه من پیر شده باشم ولی تو هم هنوز خام و بی تجربه ای. به تنهایی نمیتونی از پس جاموکا بر بیاری. نه، اگه قرار جاموکا کشته بشه باید به دست من باشه. فراموش نکن تو برای مقابله با جاموکا از من تقاضای کمک کردی و من برای کمک به تو به این جنگ کشیده شدم و تا آخرم در کنارت هستم. اون پیرمرد هیچ وقت خسته نمیشه. از همینش میترسم. پدرم همیشه میگفت بعد از مرگم توغیل خان پدر دوم تو خواهد بود. اون بهت کمک میکنه تایجوت‌ها و تاتارها را شکست بدی. اما روزی که از شر اونا خلاص بشم نوبت خود توغیل خانه. بریم. میدان نبرد به طور تعجب آوری گسترش یافت. جنگ مدت 5 روز در اطراف رودخانه های سلنگا، اورخون، کرولن و اونون ادامه پیدا کرد و هنگامی که 5مین روز نبرد به شب نزدیک میشد،
تموچین کجاست؟ اونجاست. دارن از تپه سرازیر میشن. از تپه؟ تموچین. جناح چپ رو تقویت کنید. بمیر تموچین. شیر مادیان بیارید. ادامه بدید. به پیشرویتون ادامه بدید. مثل اینکه سیاهی جلوی چشمان برطرف شد. نه ولم کن، خودم میرم. تو برای چی لختی؟ رفته بودم قرارگاه تای شدها شیر مادیان بیارم. ولی اگه گیر میافتادی حتما تو رو میکشتن. هوا روشن شده. افراد بیدار کنین. امروز باید تایچوت ها را از بین ببریم و تمام اموالشون رو بین خودمون تقسیم کنیم. یه پیغام رسیده. توقیل خان جاموکا رو شکست داده. توقیل خان؟ فلات به 2 قسمت تقسیم خواهد شد. از حالا به بعد همیشه باید مراقب باشید. احتمالاً به محض تموم شدن جلسه تموچین به توقیل خان حمله خواهد کرد. آره میفهمم. ما تمام لشکر برای جنگ آماده نگه داشتیم، ولی پسر توقیل خان رو نگاه کن. مطمئنم اگه فرصت گیرش بیاد همینجا تموچین میکشه. تموچین چطوره؟ تمام قبایل رو بین خودمون تقسیم کنیم، موافقی؟ آره موافقم. ولی چون شما لشکر اصلی جاموکا رو شکست دادین، بهتر اول شما شروع کنید. اونگیرات، تایچوت، اویرات، قرقیز، تاتار، مرکیت. تمام قبایل موجود در فلات با شاخه ها و دهکده هایشان بین تموچین و توقیل خان تقسیم شدند. تموچین، بهتر فردا طلوع آفتاب لشکرامونو برگردونیم. سپاه عظیم توقیل خان در موقع مراجعت صف طویلی رو تشکیل خواهند داد. اگر من افرادمو به 3 گروه تقسیم کنم و از اطراف به اونا حمله کنم، توقیل خان ساقط میشه. مطمئنم توقیل خانم در این فکره که چطوری میتونه منو نابود کنه. دو طرف افراد خود را از اطراف رودخانه کرولن جمع کرده و قصد عزیمت نمودند، در حالی که در تمام مدت مراقب اعمال یکدیگر بودند.
Ale cztery kasa! تیموچین اون دخترها کیه؟ دخترای رئیس تاتارخان. اونا کنیز تو خواهند بود.